وقتی از ایستگاه مترو اومدم بالا، آسمون مثل همیشه کدر و بدرنگ بود. توی هوا پر از دود بود و من نمیدونستم که این آخرین باریه که هوای کثیفو به ریه‌های سوختم فرو میدم. من با زخم زبونا رفیقم مرهم بذار با حرفا رو زخم عمیقم. از وقتی هانیه همسرم گذاشته رفته دیگه دلم به کار نمیره. بعضی از برنامه ها رو قبول نمی کنم، با بعضیش بدقولی میکنم و نمیرم، یا سر مدرس خوابم میبره یا میزنم زیر گریه. تنها بودم یک کابوس شومه عزیزم، کار دل نباشی تمومه عزیزم. مثل اون شب توی کنسرت نمایشگاه که اونقدر پاتیل بودم که یادم نبود هانیه رفته. خیال میکردم مثل همیشه تو ردیف جلو نشسته و با نگاه شیفته به من خیره شده. توی میکروفون گفتم مرسی، ممنون. امشب یه موجود خیلی عزیزی هم اینجا هستش که باید ازش تشکر کنم. هانیه همسرم. واقعیت تالاب خورد تو کلم. هانیه اونجا نبود. این روزا همش مست و پاتیل بودم. خرابکاریایی کردم چه جور که باعث شد شهرتم کم کم ضایع بشه و دیگه کسی بهم کار نده. آقا تمایل بیا بریم نمیزنه حالش به هم خورده مثل اینکه. علی جان. آقا علی چه شگی حالش خوب نیست، براش دکتر خبر کنه. علی جان. علی پاشو ببینم. آقا چه داری کنی؟ لباس میمونا خیز شد. بابا شروع کنید دیگه. آخرین برنامه‌ای که داشتم توی مجلس عروسی بود، تو اون پایین ماینای شهر که خیلی کم پول میدادن ولی عوضش درست و بجا چپ و راست بهمون میرسیدن. به
علی جان خوش اومدی، صفا آوردی. ببینم سازون. آقا سلام علیکم. سلام علیکم آقا تمایل عزیزم. سازون بزن اینجا. تمام جان اون چیزایی که فرستادی همه چیز ردیف روی اون چیده شده. آقا کجا عوض کنی؟ الان در خدمتم. اینم داشته باش. جان راضی به زحمت نبودی. چکرم در خدمتم. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. ببین میخوام امشب سنگ تموم بذاری. اینم داشته باش. این جلو نره بالا همه رو پاتیل بشه. دارم. میزنی گرم بشی. ولی میخوام بهتره کنی. میتره کنم. چه خوبه همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم. چه خوبه دلامون از امید پره، غم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشم. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشم. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشم. آقا جون یا سال داریم میریم و میان. ساکت. خودت چی میگه؟ کارم چیه؟ این کارم چیه؟ باید بچه من اونجا بشینه. ببینم مردی که مگه انگوشا باید دست بچه نگردم. مگه با هم حرف نداریم مرد. 2 سال فرشتنش سربازی. بعد بچه من بشینه اون بالا. آقا بده اینشون. چه خوبه همیشه ما با هم باشیم، من با تو خوشم تو خوشی با دل. به سنتورم چی کار داری نامرد؟ عروسیت بلش کن. علی آقا علی آقا علی آقا یا شاش بگی آقا چرا اینجوری شدی؟ بلند شو ببینم نبینمت این روز. بگی بغلش دیگه. داغونش کردن نامردا. یه مش دستش نشکسته باشه. حالا من آره این دست بردار. حالا من اینو بردار. اون دستتون آلی زن شاوشا کن.
سازای ما چی میشه؟ جمع میکنیم نگران نباش. آقا بیا تو. بیارش اینجا. بذارش همون وسط. بله. علی جون چطوری؟ خوبی سالمی؟ تمایل. ای جونم. تو کجا گذاشتی رفتی نامرد ناکس؟ نمیتونستم اونم چیز میز داشتم سه میشد. آره جون تو. وضع توپه ها؟ نه بابا. برسون میرم. الان که ندارم علی جون. میگیرم میام. پولمون چی میشه؟ میگیرم. تو اون سازا رو کی میده؟ بوچشم. بلنگوها. اونم بوچشم تا قرون آخرش میگیرم ازشون. خیالت راحت یه خورده پول دوا واسم بیار. ای جونم. هیچی ندارم دیگه. پول 100 گرم کالباسم واسم نمونده. چشم علی جون اومدم. یا علی. خداحافظ. آقا دست در نکن. آقا بیادش. 5 تومن توی بشمار. خب 3 تومن شده به این رفیقمون. خب 2 تومنش هم واسه خودت. چون آخه علی آقا ما به عشق شما اومدیم قابل شما نداره نه. تو چی میگی تو بغل من؟ از چی کشیدم از دست تو بود؟ چه خوبه از هم دیگه جدا نشیم. خب یه مصرع دومشو بگو فقط عشق هم توش باشه. نه چه خوبه از هم دیگه جدا نشیم. عشق باشه. چه خوبه از هم دیگه جدا نشیم. ما با هم عشقمون رو کف بزنیم قسمت کنیم. ما با هم عشقمون رو قسمت کنیم. اسم این چیه علی؟ کدومه؟ این دومش تاج داره. هوشنگ خان. خب سقفمون آسمون سقفمون آسمونه آبی باشه. سقفمون آسمون آبی باشه. بعد دیوارمون قلبمون همیشه مهتابی باشه. آفتابی باشه. من با تو باشم تو باشی با دل من از دست منو که قصه ها خسته میشم. آره دیدم چجوری عشقمون رو قسمت کردی به اون مردی که خیانت پیشه رزل پس بترد. بفهمید خواهش من تو رو خودت چیکار کردی امشب؟ سلام خوش اومدید. جابی سلام علیکم. خوش اومدید. سلام احوال شما؟ بفرمایید.
کجایی قربونت برم که بری بسازمت بعدم برو تو. چه داری میگن اینجوری؟ یه چیزکی رو بردم تو. جاوید هانی از اون پیانیستای خوبه. ما هم که فقط پیانیست کردیم. عالی. الان برامون بهتره. حتما یه قطعه باید بزنیم. الان چی بزنم آخه تو این موقعیت رو؟ یه چیز کوچیک. یه چیزی که دوست دارین خودتون انجام بدید. پیانو رو باید کوک کنیم. حتما. تا آخرش عالی بود. تبریک میگم، خیلی خوب بود. موسیقی در وهله اول به نظر من اخلاقه، انضباطه که یه جوری مدام جسمت رو کنترل میکنه و حرکت میندازه. بله ولی اصل کار روح آدمه. روح جسم سالم میخواد تا تو بتونی انگشتاتو اینطوری تکون بدی. این انرژی از کجا میاد؟ از این سیگار دست شما که نمیاد. نه من اصلا اهل سیگار نیستم. فقط خواستم یکم جلوی شما جسفیام. البته یه مقدارم هیجان زده هستم. بله من تعجب کردم چون خیلی کم دیدم موسیقیدان البته زیاد اهل مشروب و سیگار و چه میدونم حشیش و علف و این چیزا باشن. معمولا خیلی آدم مرتبی ان، منظمن، مثل شما کراوات میزنن، سر وقت میان سر وقت میرن. ولی برعکس شما تا دلتون بخواد دور و بر من پر شده از آدمایی که اهل دود و دم هستن. نگاه کنید دیگه بعد روزگار دیگه شما ببخشید. شما یه سیگار دارین؟ پس شما سیگار هم میکشین؟ دیگه میگم بعد روزگار دیگه. بله خواهش میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. دل واپس و بیتابم، بازم شبم بیخوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشمش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته. گوشی و بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه، این نفسای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دستته، دارم میمیرم ای خدا، فکر میکنم حقیقته. گوشی و بردار
کنم دست یکی تو دستته دارم میمیرم ای خدا فکر کنم حقیقته. سلام هانیه چطوری؟ اون شب سرنوشت سازی بود. فرداش جمیله خواهر جاوید به هانیه زنگ زد و ازش دعوت کرد بره با اونو پیانو بزنه توی تریو. میخواستم بگم کنسرت فردا ساعت 6 شد یادت نره. و گفته بود که بهش پول خوبی میدن. خداحافظ. حتی گفته بود خیال دارم ویزای گروهو بگیرم برن کانادا. خلاصه خر شدم قبول کردم. نه بابا قرار بود این تمایل برداره بیاره گوساله من نیست کجاست زور تا حالا منو کاشته. دوره علافی و بیپولی ما بود. مجوز کاست بهمون نمیدادن یا دیر میدادن و کارای من لو میرفت. از کنسرت و مدرسه خصوصی هم به خاطر بگیرها خبری نبود. ولی من افتاده بودم به خرکاری. حلج همه شب تا صبح تا شب آهنگ میساختم و شعر میگفتم و تنظیم میکردم. هانیه خانم میرفت هفته 3-4 بار تمرین، گاهی فقط با جاوید، تو مراسم خیریه برای کمک به معلولین و سیل زده ها و سرطانی ها. چند تا آهنگ سوزناک پیدا کرده بودن، دائم اونا رو میزدن. خرج و مخارج خونه و جنس و دعوا و خلاصه همه چی افتاده دو دوش هانیه. چه کار میکنی؟ صبح تا شب برو بخر بشور بپز بده آقا بخوره، برو تو این استودیو واسه هر کس و ناکسی بزن که حالا کارت به تزریق کشیده. چرا دیوونه؟ حالا میفهمم این پولا رو چجوری آب میکنی. چرا اینجوری میکنی؟ پول پیشخص آپارتمان رو دادی خرج اون مبادا کثافتت کردی. من پدرم داره من اون پولا رو جمع کردم. آره پول نوازنده بد دادم، پول کوف بد دادم. آره همش خرج خونه کردم، قرض داشتی، پول یخچال، پول گلوله کش. پس درست حد زدم. پس فطرت تو واسه چی رفتی از اون جاوید عوضی پول گرفتی؟ آدم قحط بود، من نمی‌فهمم ازش بدم میاد. چرا از اون ننه بابای بی‌خاصیت تو میگرفتم که میگن سر تا پامون حرامیه. آره از اونا میگرفتم. گدایی میکردی بهتر از این بود که میشم دیوز دست دراز کنی. خفشون پس فطرت معتادر و کش کثافت. به صندوق چرا میزنی؟ دست من زدی نزدی و دست من بزن. کثافت بزنم فکتو بیارم پایین. برده گوشم پاره شد علی. صندوق
ممنون، واقعا خیلی لطف کردی. مرسی، خیلی کنسرت خوبی بود. ببخشید. وای خیلی لطف کردی. دیگه نیاد دیگه. خواهش می‌کنم، لطف کردی. خداحافظ. سلام هانی خانم، چه لباسای خوشگلی، چه بوهای خوبی میدی. کجا بودین؟ چی زدین؟ مثل همیشه. جز گل چیز دیگه هم بهتون دادم؟ تو که جاشو خوب بلدی که تو کیفمه. برو وردار هرچی میخوای دود کن بره هوا. باز نیامده شروع کردی؟ چطور نصف شب هرکراتو با اون مرتیگه لنده‌رو تو خیابون میکنی؟ به ما که میرسی سگرمات میره تو هم؟ 100 دفعه بهت گفتم اینا رو اینجا میذاری جمع میکنی. من کلفت نیستم، کلفت نیوردی تو این خونه. خاک بر سر. موضوع حرف زدنت باشه. یعنی کیفتو با اون حمال میکنی؟ فقط از یه چیز میترسه. معلومه میترسم، غیرت دارم. تو غیرت داشتی حکایاتو میذاشتی کنار. من معتاد نیستم، هر دفعه هم اراده کنم میذارمش کنار. اراده چند بار؟ چند صد بار. من میدونم تو چی میخوای. تو میخوای از شهر من خلاصی بری شوهر بهتر بکنی، یکی منظم باشه، مرتب باشه، خوبم ویولون بزنه، بهتم برسه. دست به من نزنا. آره اصلا دقیقا همینطوریه که میگی. یه بار شده فکر کنی من آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم بالای سرم باشه. ها واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه‌هامو همه رو بزنم به پای توی که نه شوهری نه آدمی نه مسئولیتی سرت میشه که چی؟ که فقط یه عشق داری بدبخت بیچاره. دوا جنس. آره درست حد زدم. آره دست من نزن. دست من نزن. گو زنی که نفهم هرچی دلش میخواد با آدم میگه. بیشور. سلام، پیغام خود را بفرمایید. الو، باز یه پیغام دیگه از علی بدبخته. علی تنها، علی پرغم. امشب ریختن تو عروسیمون، دادن سازم و لط و پار کردن، خودم و علی رو چلاق کردن. فقط همینو کم داشتم. مهم نیست. دنبال پماد سالیسیلات میگردم که بعضی موقع تو دست و پاها میمالیدی. کجاست؟ مهم نیست. تمام این حرفا بهانه است، بهانه های عاشقانه است. اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. همینطور نشستیم به این شعر و ورا گوش میدیم که چی بشه. بابا چرا خاموش کردی؟ بیچاره مگه نشنیدی چی گفت؟ یه چیزی شده، چلاق شده. شنیدم، هیچ چیش نیست. این وقت شب گناه داره. بابا دکتری دوایی چیزی احتیاج داره. نه خیر خیالتون راحت، هیچ چیش نیست. جنسش داره تموم میشه، از خماری میترسه. منو نمیشناسم. پماد سالسیلات. اما داروخونه شبانه روزی 2 قدم بالای خونمونه. بابا این جاوید کی هر شب اینجاست؟ چی رنش کن بره. چی حرفی که میزنی؟ مگه نمیبینی با هم تمرین میکنیم؟ بعدم خوبه من برم خونه اون. آخه شوهرته. خب تو نرو، من میرم با حرف میزنم. نمیخواد. میخوام برم ببینم چشه. که چی بشه؟ که پاشی بری اون سر شب پماد سالسیلات بزنی به دستش؟ کجا مامان؟ مامان میگم ولش کن. تو چته؟ چرا به من میپری؟ من چه گناهی کردم؟
خونه زندگی تو ول کردی اومدی اینجا هوار سر من شدی که چی بشه؟ دستورم میدی این کارو بکن اون کارو نکن. ببخشید از فردا میرم هتل. عزیز من اینجور حرفا تو زندگی همه هست. تو زندگی کدوم زن و شوهری دیدی مشاجره رو بگو مگو نباشه ها؟ اون وقت آدم نمیتونه که سر هر گیر رو میری خونه و زندگی و شوهرش رو ول کنه بره. معتاده خب باشه کمکش کن درستش کن. درست بشو نیست مامان. چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ هر کاری که یه زن بدبخت میتونه با شوهر معتادش بکنه. چی کار بکنم؟ چند بار قول داد ترک کنه، چند بار با خودت بردیمش این کلینیک اون کلینیک ها، یک هفته طول نکشید دوباره برگشت. من دیگه چی کار میتونستم بکنم که تا کی چند سال بعد از صبح تا شب خرکاری بکنم، از آقا نگهداری بکنم، خرجشو بدم، غذاشو بدم، خرج کرایه خونهشو بدم، پول گند اعتیادشو بدم ها؟ شما هم نگران نباشی من زیاد اینجا نمیمونم. اگه این آقا گروهشون بجنبن زودتر از این جهنم دره میزنه میریم بیرون. هانیه 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 کجا میری موقع شب؟ یه دقیقه من نمیتونم تنها باشم. مامانت میگه بهتره من برم بهش یه سری بزنم. اون که وقت کس و کاری نداره. کی میگه نداره؟ پدر داره، مادر داره، برادر داره. اون تمایل کوفتی است. فقط همه رو تیغ زده، هیچکی چشم دیدنش رو دیگه نداره. مامان تو که میشناسی همش میگه گناه داره گناه داره، دلش همش برای همه میسوزه. خب دل منم میسوزه ولی اون دیگه شوهر من نیست. من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم باش هیچ آینده‌ای ندارم، هیچ امنیتی ندارم. بگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟ آروم باش. چه جوری آروم باشم؟ دیگه تحمل هیچ چیو ندارم. از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این مملکت خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه. کی فکرشو میکرد علی سنتوری که از اون خانیاباد تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته؟ مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نذاشتن بده بیرون، واسه چند دقیقه پول مجبور شد بره خونه ننه قمری بزنه برای اجاره خونه این اون که چی؟ یکی پول نداشته که خواست بهش حال بده، یکی تریاک داد، یکی عرق داد، کشید خورد. آه علی سنتوری اینم شده وضع ما. رفیق من سنگ صبور غمها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوونیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوونی، تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش، تنها
صبور خونه زرد و زود و خود توی جواد ستاره نیست موندی و راه جاره واقعا تبریک میگم اصلا عالیه چون تو که بیش بالا پایین میری رو اصلا بی نظیره واقعا ممنون دوست داری چقدر طول میکشه آدم اینو میخوایم بزنید زیر دستتون چقدر طول میکشه آدم بتونه مثل شما بزنه زیاد طولی نمیکشه شما درسم میدی؟ خواهی یاد بگیری؟ بله خیلی تمایل بله آقا اسم و تلفن این خانم یادداشت کن آدرس و تلفن آموزشگارم بهشون بده باهاتون در تماس هست ممنون سنتور از 3 تا محدوده اکتاف تشکیل شده سیمای زرد صدای بم میده سیمای سفید وسط و پشت خرک صدای زیر میده طریقه نشستن پشت سازم پای راست جلو جوری میشینی پشت ساز که مضرابت رو خرک سوم باشه دست گرفتن مضرابم دستت شل راحت حالت عادی مضرابو طوری تو دستت میگیری که مضرابا نه زیاد تو باشه نه بیرون باشه اگر بخوایم گام عوض کنیم چه کار میکنیم؟ خرک‌ها رو پس و پیش میکنیم وسط اجرای قطعه؟ نه خب از قبل یه فکری براش میکنیم انگار یه ذره ساز محدودیه مثلا وقتی نشه مدل مثلا چی بهش میگن از این شور میگن مثلا اگه بخوایم از شور بریم توی اصفهان یا مثلا ماهور اینا مثلا چه کار میکنیم؟ وسط اجرای قطعه؟ بله خب میزنیم تو سر خودم ولی کلا اگه از این ساز خوشت نمیاد چرا یه ساز دیگه انتخاب نمیکنی؟ مگه شما ساز دیگه هم درس میدی؟ آره سازدهنی سازدهنی نه هی من برم دیگه بیا بشین دیگه من آقا چقدر بزنم دیگه من برم نمونم اینجا بیا بشین الان صداشو در بیار خب بزن ببینم چه کردی راستی گلاتم خیلی خوشگلن بوی خوبی هم دارن مرسی قابل شما رو نداره خب من دیگه این درسم انقدر زدم حفظ شدم دیگه بزنم تندش نکن آروم آروم ریتم از دست نده استادم خوبه استاد ای بدکی نیست
سلام. سلام. حال شما خوب است؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. بفرمایید تو. خیلی خوش اومدید. مرسی قربون شما. چه گلای قشنگی، دستتون درد نکنه. هانیه دخترم بفرمایید. بفرمایید. مرسی. بفرمایید. چه پیانوی قشنگی. مال مادر بزرگم بود تو قفقاز. نسل به نسل نگهش داشتیم. خب کی پیانو میزنه؟ من. هانیه هم خیلی خوب پیانو میزنه. بله از بچگی پیانو میزده. سلام. خوبی؟ مرسی ممنون. من برم گلای بله. عزیزم. شما پیانو میزنی؟ کی گفت؟ از بچگی؟ آره. بشین ببینم پیانو بزن. از بچگی پیانو میزنی؟ اصلا هم بلد. 5 خط کامل رو به میاد بدی؟ اصلا بلد نیستم. دور سی لا فا می بزن ببینم. به توه. موزارت بزن. خب این 5 خطی که میبینیم 5 خط حامله. نکن. میگم دیگه بهت نمیدم آموزلاسیون باش میگم چه جون. عیزت شفاد برو در باز کن. سلام آقا. سلام علیکم. یا الله. خیلی خوش آمدید. یا الله. یا الله. حال شما خوبه ان شاء الله. بفرمایید. مبارک باشه. یا الله. الله استفاده درستم. یا الله. بفرمایید. عجب جایی. خوش اومدی. بفرمایید. مرسی آقا. ببخشید آقا جامون کمه دانشجوییه. اتاق عقدی. بفرمایید. چه اتاق عقد کوچولو. یه شبم یا الله. بعد بگذارنیم یه شب. آقا داماد، عروس خانم، حال شما چطور است ان شاء الله؟ خوبه شما؟ پس اولیای شما، پدر، مادر، عروس خانم بی کس و کاری. نه من پدرم فوت کرده، مادرم هم تصادف کرده بود نمیشه. عجب خدا شفا بده ایشونو. به هر حال سندی نوشته‌ای دست داره. برم الان می‌خوایم. نه دیگه قول شما حجت شرعی است ان شاء الله. آقا کس و کار. منم. اون که البته شیر اینجا نشسته. مبرهنات و مسلمات است. با اجازه اجرا کنیم. بله آقا زودتر فقط یعنی قرآن و سوره تمومش کنیم. عروس خانم بنده وکیلم که شما را با شرایط ضمن العقد به عقد دائم آقای علی بلورچی درآورم. عروس خانم بنده وکیلم. بله از قرار معلوم عروس خانم از شما زیرلفظی مطالبه می‌فرمایند. زیرلفظی چیه؟ همونی که خریدی 2 هفته از قایم می‌کنی؟ بسیار خب عروس خانم بله را که فرمودید. بله. انکحت و موکلتی هانیه لموکلی علی قبل تو. خب آقا داماد شما هم وکالت میدهید که شما را با شرایط ضمن العقد بله از قرار منم ایشون هم زیر لفظی میفرمایند. بله بفرمایید. بله انکحت و موکلی علی لموکلتی هانیه قبل تو. انشالله که مبارک باشه. تمومه. سلامت باشید. خیلی مبارک باشه انشالله. علی جون شباش میخواد بسازش. بده به ها ماشاءالله. زنشو علی چی گذاشتی؟ ندیدی تا حالا؟ نه وای باید ببینی فیلم.
خیلی فکر خوبی آبایی. فکر کن 2 بند چرمی آویزون کنی پشت گردن ببندی زیر سنتور، بعد یه تبلم مثل همین ببندی پشت خودتو ببندی. نه تبلم ببندیم دور تمایل سنجم میذاری سر اجبری. آره بهشم میاد اتفاقا. تا یه چی دیگه راه بیفتیم تو خیابون گدایی و پول اجاره خونه در میاد. اصلا خونه میتونیم بخریم. کی پول جمع کنه؟ سطور تو اینجوری با تناب گردنت وصل کنی دم برم بم بم برم. من پول جمع میکنم دیگه، اما من که تو خیابون نمیتونم ساز بزنم دیگه. هانیه آقا بفرم. سلام آقا بفرم. بذارش همینجا. دستی شما رو نکن. تلویزیون خریدی؟ 2 تا؟ حدس بزن. 3 تا. چیه؟ جهاز و تمام مخلفاتش. ببخشید واقعا باعث شرمندگی. بقیه‌اش هم بمونه. درم ببند دست در نکنه. اینو برمی‌دارم رو سر تمایل. علی آی ببخشید. دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم، دست یکی تو دست دارم میمیرم ای خدا، فکر میکنم حقیقته. بله میدونم که همه تو منتظرین. خب در این قسمت از برنامه توجهتون جلب میکنم به کاری چند تا پول افتادن نمیدونم این هر بچه شور برقیه کونه شوره. نه با این باربکیو اسمش میذاریمش توی تراس، شما واسه شوهرجان کباب درست می‌کنی. کباب آگامه در میاد یه حال دیگه به میده. اینو نگاه کن خونه میخرم. چند اینچه؟ 1000 اینچه. دار محایزه کنم. آخه نازی اونا میذاریم واسه کفترها. یالا صابخونه علی آقا، علی جون، علی جون، علی بابا چی کار میکنی تو هم با خودت؟ باشه بینم علی جون، علی نصف جونم کردی بابا. بمیری بیا یه 2 تا لقمه کالباس بزن روشن رو من آب ریختی انچو چک. هر کاری کردم پا نمیشدی. اینا برنامه با تو واسه گذاشتی، اینا آدم بودن تا رفتی. نگاه کن سازه چیکار کردن، دست منم چلاق کردن. نیما گفتن درست نه مارمتی که احمق پول میگیرم
توهونش چی شد؟ توهون سازا. خب میگیرم الان آخر هفته خوره به تعطیلات یارو کنه تو بیمارستان آویزونه بابا. دوام چی گرفتی؟ پول نداشتم، پول بده برام بگیرم. پس اومدی هم پول بگیری همه که صابونه تو خماری؟ آره؟ خب بابا چیکار کنم؟ 3-4 تا بیشتر نداشتم، همه رو دادم واسه کالباس ولی کوفت زربان. کالباس و کوفت زربان خریدم واسه گوساله. چرا شاکی میشی نوکرتم قات میزنی این خود حرف بدی نزدم که پولم تموم شد. حالا پول بده میرم برات میگیرم فدات شم هرس خوردن نداره که قربونت دست کن تو جیب آقا شهربارم هرچی هم نصفشو بردار پوست سرتو میکنه باید دستخوری برگردی ها کمی انقدر؟ بسته واسه امشب من که تا حالا جنس بد واسط نگرفتم قربونت برم هرس میخوری واسط خوب نیست دست نگاه کن دستشو چیکار کردن نامد تو مواظب خود باش تا هم ای دستم ای جونم چک برو خودتو لوسته کن قربون دستت برم قربون مواظب خود باش تا من برگردم فعلا خداحافظ اصول اولیه اخلاقی و از زیر پا گذاشتن حرمت و احتراماتی که از قدیم در نسل گذشته رایج بوده غلبه زندگی ماشینی و به چه روز خوبی علی چه حسن تصادفی اینجا چی کار میکنی؟ مادر من اومدم تو این روز مبارک حقم از تو پدرم بگیرم چرا سهمای حس منو میخورین؟ چرا حرومی میخورین؟ ای قوم ظالمی ساکت شو بی حیا ما که هنوز نمردیم ولی برای من مردین حامد بهشون میگم 10% بابا 5% آجا لااقل 1% حساب هم بدین الان بدین که احتیاج دارم فردا به چه دردم میخوره مادر تو منو بدبختم کردی تو منو به این روز انداختی تو گفتی حرومی هستی ساز میزنی بالا بیرون ای به کمرت بزنه اون ابوالفضل با اون نماز روزه آد آجا ما 3 سال نیومده که خرد تو چمن ای دلار راست میشه ای مادر میکنه آی دستم ایشالا بری تو جهنم ایشالا از این جهنم بسوزونده ایشالا خیلی نبینی ببخشید حاج آقا بفرمایید خانم های نهایت بفرمایند اجماعاً صلوات خرد کنید حامد آقا حامد بله بده بهش خفش کن آبرو واسم نذاش چشه واسه همچی وحشی شده خجالت نمیکشه من پولشو خوردم من حقشو خوردم خدایی تو برادرت هر چی خواستین گذاشتم جلوتون هنوز تو اون زیر زمین پر از اسباب بازی و دوچرخه و موبایل کوفت و زهر ماره اون وقت من میام استغفرالله اون وقت من میام حق پنجم و جگر گوشم بخورم خجالت نمیکشه من بیرونش کردم من فقط گفتم یا این خونه یا اون ساز کوفتی دیدی حامد دیدی چجوری نفرینم کرد الله اکبر الله اکبر چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ بابا این همه کوفت و زهر ماره یه قرص آرام بخش درستابی نداری؟ چرا؟ فلوکسیتین دارم، اگزاسپام دارم، دیاسپام دارم، کلورازپام بابا دارم. این زپام رو نمیخوام یا آرام بخش قوی حالا زناکس دارم خیلی عالیه خوش اخلاقت میکنه بیا بگیر این چه؟ اول قرصاتو بخور اینو مادر داد دودی به من ها؟ مادر داد داره؟ آره بابا داد نزن بیا بذار تو جیبم بیا دسته چی شده؟ دعوا کردی نه؟
کتکت زدن ها؟ لال شدی؟ ولی علی خوشم اومد ازت. آفرین، باریکلا، کیف کردم اینجور جلو روش در اومدی. قوم و ظالمین همینه دیگه، باید تو روش واسه داد زد تا بتونی حقتو بگیری. خب تو هم داد بزن. من نمیتونم داد بزنم، من هیچ وقت اینطور جلو روش وار نستادم. من بابا یه آدم ترسو به در نخورم مثل تو نیستم. موبایل داری؟ موبایل؟ بیا. دیگه حالم داره از این خونه به هم میخورم، از این آدم ها یا دوره برم. بابا نزدیک 40 سالمه، میدونی؟ خیر سرم، نه شغل ثابتی دارم، نه خونه و زندگی مستقل، نه زنی نه بچه. آخه من کی باید رو پا خودم واسم ها؟ رو هر دختری دست گذاشتم یا مادر ایراد گرفت یا بابا که نه آقا این آدم به درد ما نمیخوره، این خونش به خون ما نمیخوره، کلاس ما نیست. بهش میگم بابا من میخوام یه آپارتمون بگیرم، خونه و زندگی را بندازم. میگه با کدوم؟ تو اصلا میدونی بابا چقدر پول داره؟ نه واقعا میدونی؟ آره دیگه رئیس کارخونه و صنف و بلور فروش هاست، ولی میدونی ثروت واقعی بابا چقدره؟ نه میدونی؟ الو محسن جون، سلام. علیم. الو علیم، سنتوری، کاشونک، قرفونت برم. جونم. آره داشت بگو بنویسم. بگو بنویسم. یه دقیقه واسه یه مداد بده من. نریز. یه گوشی یه دقیقه. یه مداد بده. نریز علی اینا رو. گوشی محسن جون. درد نکنی ها. بابا یه مداد بده. بابا الان برات پیدا میکنم، نریز اینا رو. یه مداد بده من. گوشی محسن جون، خاک تو سرت کنم، یه مداد نداری. تو نریز. مادر. بله. باز دیگه چی شده؟ یه مداد به من بده. مداد میخوای واسه چی؟ مداد میخوام بزنم تو سرم، میخوام بنویسم دیگه. آبرو واسه من نذاشتی. بابا خانم یه مداد به من بدی. یه قلم، یه مداد، یه کوب، یه زهرمار که بشه باش نوشت. مگه شما اینجا نمیخوایی چی بنویسی؟ بفرم. یه قلم پیدا نمیشه اینجا. این چه خونه ای که یه قلم توش پیدا نمیشه؟ ازم خانم بفرم. الله اکبر، کی بگم آخه من؟ مادر جون کتابو ده آقا. قربون دستت عمو جون، فدات شم. ببخشید. الو محسن. الو صدا من میاد. بفرم. الو محسن جون. قد شد. الو محسن جون، سلام. مخلصم جونم، قد شد. بگو. آره 912 200. خب 6 8. دست در نکنه، قربونت برم. خداحافظ. خب این که خیابون مهدیزاده است. بنبست اکبریان رد نکنی. تا اینجاش که نبوده. فکر کنم همینجاست. یواشتر برو، یواشتر. یواشتر برو. خب همینجاست. اون گوشه پارک کن. همینجا خوب. یالا کسی خونه نیست؟ آقا جون تو اینجا چیکار میکنی؟ چه عجب از این طرفا؟ بیا تو از اون رو این سرنگ رو من میدی؟
سرنگ؟ آره همین روه. واسطی منو نگاه میکنی؟ خب سرنگو بده. بجو همین روه. این رو پیشخون، رو پیشخونه. پیدا کردی؟ همونه. میخوای مسکن بزنی؟ آره مسکن میزنم. بده من. برو تو آشپزخونه. تو کش دومیه یه کشه برده بیار. کش؟ آره بجم. اون کابینته کشو میگم. آی کیو. ای دستم. کشو دومی. بیا بدو. بجو. کش واسه چی؟ ای دستم. بیا. خب بشین دیگه. بشین. بزن بالا. کشو ببند به بازو. بالاتر. ببند. من به دستم. آی دستمو کندی. سرنگو بگی اما. بلد نیستم. یادت میدم. بیا. بزن رو دستم رگو پیدا کن. اینجوری بزن. نمیبینی نمیتونم. بزن رو دستم. بزن محکم تر. خب اینهاش. همینجا بزن. اینه بزن. آروم فرو کن تو رگ. آفرین. آروم. خب بسه. حالا بکش بیرون یه کمی. بکش بیرون. خون اومد. کشو باز کن. خب حالا فرو کن. آروم بده تو. دستت نلرزه. نره زیر پوستم. بسه. بکش بیرون. یه سیگار میتونی برام روشن کنی؟ من چلاقم نمیتونم. اون کتری رو برد آب کن. بذار رو گاز. چای هم اون بغله. نوکرتم. یه حالی به ما بده. شما چه زحمت میکشین؟ زحمت؟ چقدر در روز مصرف میکنی؟ هر چه بهم برسه. 1 گرم 2 گرم چقدر؟ چه فرق میکنه؟ من میخوای جنس جور کنی برام. شاید بتونم یه کاری واسط بکنم. جدی؟ دست کار شد. چقدر تخم سگ؟ چقدر بیشتر بهتر. میدونی آخه اینجوری آدم خیالش راحته. نباید صبح تا شب فکر و ذکر جنس باشه. نباید بذاری دوا اسیرت کنه. میفهمی؟ آره مشکلتو میفهم. زنت کجاست؟ چه میدونم ول کرد رفت. من دستت زله شد. کجا آقا پسر؟ فکر کردم داریم میبینیم ما وضعمون زیر خط فقره. میخوای یه چکی چیزی بکشی برای ما ذلیل مرده ها. که چی بشه؟ جنس بیشتر بخری خیالت راحت باشه. باشو چیز پیزاتو جمع کن میخوام ببرمت. جدی؟ چه دلسوز. حالا کجا؟ خونه مادریمون؟ پل اون فرشته سیاه پوش؟ نه میخوام
یه جایی بیمارستانی آسایش کنی زیر نظر خودم. میخوام که چی بشه؟ که ترک کنم؟ کی هم پرسید میخوام ترک کنم یا نه؟ ها؟ کی پرسید؟ من نمیخوام ترک کنم، میخوام همینجوری ادامه بدم تا ته تهش تا هرچی زودتر بهتره کم برم پی کارم. اینم زندگی شد شما ما درست کردی، همه رو دوایی کردی. بس دیگه بابا، سرتق بازی در نیار. اینقدر بابای خود در نیار. کجا بودی تا حالا؟ تو که منو آبم کرده بودی 3-4 ساله نگفته بچم مرده زنده، حالا بعد ما رو اصلاحمون بکنه. من خودتو اصلاح کن بابا جون. چرا انقدر دعوا میکنی آقا با من؟ بابا بیا یه ماهی امشب بزنیم به بدن حال کنیم دیگه. بابا اصلا خودت هم بیا امشب یکم بزن ببین این بد مصرف چیه. زنگ میزنم یه داف اسمی هم میاد امشب ستایی با هم باشیم. وایستا ببینم کجا؟ نقدینه چه خبر؟ پول مول؟ اینو بده من. به دست شما درد نکنه، خجالتمون دادین، خیلی ممنون. حالا تشریف داشتین، چای تازه دم ها. چرا به این زودی؟ ها؟ سلام صالحی. باید فکر یه جایی واسه خودتون باشین، چون من میخوام اینجا رو بکوبم چند طبقه برم بالا. افتاد؟ چشم. اینم 20 واگن کارتون، بیشترم خواستی پایین هست. زپلش کاید و زن زاید و مهمان در آید. هانی خانم خودمونیم ما بالاخره نفهمیم از چی این مرتی که خوشت اومده. یعنی میتونی، یعنی میشه با اونم همون جایی بری که با من رفتی، همون غذاهایی رو بخوری که با من خوردی، همون کارهایی رو بکنی که با منم کردی. حالش خرابه.
اینا رو کجا میبری؟ اینا رو کجا داری میبری؟ آقا صالحی؟ آقا صالحی؟ آقا صالحی؟ آقا صالحی چیکار میکنی؟ علی آقا شرمنده شما نبودی داش من اینجا رو خراب کردی با این کفترا میخوای چیکار کنی؟ اینا کاری نداشته بود یا بکشیم بخوریمش گاز و یخچال تو نگه میدارم وقتی که کرایه عقب افتاده تو آوردی میدم ببری آرومتر کیه این آشغالا رو به کی به تو اجازه داده اینجا بساط کنی؟ کیه اینا؟ وقتی همین امشب نمیشه الوام همه دوام میکنه الان زنگ میزنم یه وانت بیاد بزنه ببر تو کوچه بالاتر اونجا یه پارکه تو اون پارک بیاد بساط کن این سوسیسا رو امشب با هم میخوریم فردا میبرم شما بابا پارکینگ چیزیه جمع کن برو جلو پارکینگ مردم ها گرفته رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها هیچی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوونی پیر شدم پیر تو ای جوونی تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست صدای سازم همه جا پر شده
یکی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه ای که خالی از عشق و امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. محسن ویشنا یا حسن جنگلی ها نهیدین اینجا؟ نه چیکارش داری؟ 4 ساعت دارم راه میرم گم شدم خمارم چیش میخوای؟ بولمول چی داری؟ بول دارم خیلی خوب بیا بشین بیا بشین یه چایی برات بریزم بشین آقای صالحی آقای صالحی کسی نیست اینجا؟ اینجا نیستن اینجا رفتن. سلام عزیزالله خان. سلام علیکم. کجا رفتن؟ والا نمیدونم مثل اینکه چند روزی رفتن خراب آباد بالای همین پارکه. تو پارک؟ آره دیگه بعدا هم نفهمیدم چی شد اینجا رو اینطوری زدن خراب کردن؟ اینجا دارن 3 طبقه 4 طبقه درست میکنن دیگه. خیلی خوب مرسی. سلام. خداحافظ. دنبال چی میگردی بابا؟ کفشو بردو نداشتی زیر سرت؟ کیو؟ تو نمیدونی کفشو باید بذاری زیر سرت بخوابی؟ بردم بابا پا برهنه باید بری دیگه 3 شماره بابا بعدی اون که دایی چپ جامعتو گم کردی
دستتو بکش زیگی. مرده خودمه. مرده؟ بله خودم پیداش کردم. خوزباره بیا بار کنار. بخوای کفانه جمع کنیم بسات را بندازیم. مرده رو برده یه شبانه روز قایمش کرده تا نبرانه. میگم بابا این مرده بو گرفته به درد نمیخوره. حداقل بذار کفشاشو ببرم. گاییدی برو بذار باد بیاد بابا. میذاری نکنه خودت کشتی. آره خودم کشتمش. میخوای تو دم بکشم. محمد جون سلام داداش. خوبی؟ محمد اسم چیزی داری؟ پولش پول بهت میدم. پولامو بردن ناکسا. خاک بر محمد. محمد حالا یه قرصی دمای یه سینه میدی به پولش داداش پول. بابا این همه چیریم دارم بهت کشیدی. هم دریا کردم تو حلقه ناکت. تو؟ ای دادی تو جون به اسرائیل نمیدی. عوضی گرفتی. برو پی کارت. نامر زنمو بردی. خودمو خراب کردی. زندگیمو بردی. یه ذره هم میخوام بابا. نامردا اینقدر بدی مهدم درد میکنه. بابا به خدا اگه این مهده من لام هستم داره تیر میکشه. یه دیگه هنوز یه عرضم به من بره. این مهده من داره میسوزه. بخیر دوستان عزیز، دوربین های مرکز نظارت و کنترل ترافیک. اوه اسموزا. اوه آره بریم.
بپرسم؟ آقا ببخشید کوچه شعله میدونین کدومه؟ آقا علی 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 بود. مطمئنی؟ آره. اشتباه نمی‌کنی؟ نه. اینجا کسی نیست که. تلفن تو یه دقیقه بده. آقای بلورچی. بله. سلام. خوب است؟ من هانیم، زن علی. احوال شما؟ مرسی، شما خوبین؟ ممنونم دختر. چیز من رفته بودم خداحافظی کنم از علی. خداحافظی؟ برای چی؟ دارم میرم کانادا. ای بابا، مگه هم جدا شدی؟ بله یه چند وقتی هست. خونه چی؟ خونه رو که اصلا چی خراب کردن. اینجا ما اومدیم یه آدرس بپرسیم، خلاصه دیدمش ولی اصلا ببینین نمیشناسیدش، مثل کارتون خوابا شده. بله الان جلو چشم من غیبش زد، منم دارم میرم نمیرسم بیام دنبالش. فکرم شما اگه بتونین بیاین پیداش کنین، الان خیلی به کمکتون احتیاج داره. آدرس اینجایی که گفتی کجاست؟ یه پارکی هست بالای کاشانک اونجا. خب باشه، ببینم چی کار میکنم. مرسی، ممنون. خداحافظ. خداحافظ. برو رد کار داماد. اکس بدم خدمتتون. اکس چیه؟ اکس میخوام چیکار؟ اکس خوب دارم میخوای؟ اکس حلال. آقا دست از سر من بردار. سلام داداش. جنس بدم خدمتتون. بابا سیگار از کجا شما سیگار داری؟ من سیگاری نیستم. پس اینجا چی میخوای؟ نکنه پلیسی؟ نکنه پلیسی؟ مامورم؟ محسنم مامور باشن، جمعش کن خفش کن. باشه بیا که بهمون داری. نکنه اومدیم ما رو بگیری. بابا علی جان بابایی اومدی منو بگیری، بی منو بگیر، بی منو بگیر. به مامور که نمیای. این خانه نیستم بابا. اکس پاستوریزه بدم خدمتتون، تو رگیش حرف نداره. آجان چشیه بس پیچیه. میدونی تو تهران چند میلیون معتاده؟ بله. مثل ما؟ بله. آقا جون به نظر من ما 3 جور معتاد باشیکیشو، همیشیکیشو، گهداییکیش. پس ما جز کدومشیم؟ همیشیکیش تو جنسش. اما نعشگی واقعی میدونی چیه؟ اینه که شما 80 گرم جنس سلامت رو بذاری جلوه، 30 گرمشو بکشی، 20 گرمشو گوله کنی بندازی تو حلمق بلا، 4 ساعت 5 ساعت بعدش هم 30 گرمشو یواش یواش بذاری رو حقه دود کنی بفرسی بالا. ای خدا یعنی میشه. تازه من دلم میخواست بعد اون 30 گرم اول یه تزریقی با حال قوی بزنم و بساط بذارم 2 تا 3 تا لول تریاک دود کنم بره پیکاره.
مچ بنده رو بده. آقای بلورچی با زدن این آمپول هرچی که سم و زهر تو بدنت باشه میاد بیرون، ایشالله خوب میشی. ببین دکتر، من خودم از بچگی تو بازار از صبح تا شب حمالی کردم. آقای بلورچی چطوری؟ علی آقا؟ علی جان اجازه بدیم باشه. علی جان خانم چه آمپول بهش دادیم؟ آمپول هر روزی شد. بابا این حالت خوبه بابا؟ علی آقا این آقا رو میشناسی؟ علی جان بابایی علی آقا منو میشناسی؟ بابایی هم علی جان گلا بابا. دکتر این چه شده؟ چه کارش کرد؟ ای خدا ای خدا. نگران نباشین آقای بلورچی، فقط وقت خوابشه، خوب میشه. شنا 1 2 برو حرکت کن برو 10 تا باید بری، برو پایین. 10 تا بلند شو برو بیا پایین. زیاده. بلند شو 2 تا برو بیا ماشاءالله برو 1 بیا بالا 2 تا حال اومده نه؟ آره ماشاءالله هر چی کم تو بخوای در اختیارت بود. میخوام ببینم من چه گناهی کرده بودم. اینو ببین بخون اگه من میبخشمش تمام روزنامه ها. درست میگم یا نه؟ درسته؟ یه سنتور قدیمی و بزرگ، اون سنتور شده بود بازیچه من. آخه تو خونه ما مادرم با موسیقی خیلی مخالف بود، در حالی که موسیقی مغز منو جلا میداد، ذهنمو باز میکرد، زندگی رو شیرین میکرد. دکتر نمیشه یه کاری بکنیم من اینجا بمونم؟ من چند روز دیگه مرخص میشم اینجا میتونم یه کاری بکنم، مثلا به بچه ها موسیقی درس بدم، سنتور یادشون بدم. تو رو خدا نذارین دوباره برگردم تو اون شهر خراب وحشی، باز دوباره همون میشه. من تازه دارم جون میگیرم، دوباره منو پرپر نکنین.
با زخم زبونا رفیقم من هم بذار با حرفا رو زخم عمیقم. با تو هم که داری بگریم میخندی کاش میشد بیای و به من دل ببندی. تنها بودم یک کابوس شومه عزیزم کار دل نباشی تمومه عزیزم. با زخم زبونا رفیقم من هم بذار با حرفا رو زخم